اما شاهزاده رضا پهلوی از شناخته شده ترین چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در نشستی در ژنو سوئیس از طرح خود برای براندازی جمهوری اسلامی و بازسازی ایران گفت. او که در جلسه تحت عنوان نشست حقوق بشر ژنو شرکت کرده بود، گفت که می‌خواهد شبکه‌های مردمی در داخل ایران را بسیج کند، ایرانیان در تبعید رو علیه جمهوری اسلامی به اتحاد سوق بده و همینطور 20 کشور قدرتمند جهان رو با اعمال فشار حداکثری بر حکومت ایران و پشتیبانی حداکثری از مردم ایران همراه کند. از نظر او این اقدام‌ها باعث ایجاد شکاف در حکومت، ریزش در میان طرفداران آن و آماده سازی برای ثبات سیاسی، انتخابات دموکراتیک و توسعه و بازسازی اقتصادی ایران خواهد شد. دو مهمان داریم. مهدی فتاپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان که از کلن آلمان به برنامه پیوستن و همینطور فروغ کنعانی، پژوهشگر اجتماعی. سوال اول رو از خانم کنعانی میپرسم. به محض اینکه خانم کنعانی به برنامه به پیوندن با ایشون صحبت میکنیم، فعلا مهدی فتاپور با ما هستن. آقای فتاپور، خب میدونیم که سال هاست شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یکی از رهبران اپوزیسیون، به عنوان یک فعال سیاسی کار کرده. آیا الان میشه گفت که طرحی منسجم داره برای آن چیزی که مخالفان مایلن ببینن و اون فروپاشی جمهوری اسلامی هست و گذار به یک نظام جدید؟ با سلام به شما و همه کسانی که این برنامه رو میبینند و خانم کنعانی. عرض بکنم که خب این مسائلی که مطرح شده اینها صحبت‌های جدیدی نیست در سطح اپوزیسیون. همونطور که شما مطرح میکنید سالها مطرحه، یعنی مسئله تلاش برای تقویت نیروهای مردمی، تلاش برای نزدیکی نیروها، تلاش برای اینکه بتونه فشار بین‌المللی در جهت دموکراسی و حقوق بشر در ایران وجود داشته باشه. این بحث‌ها توسط سازمان‌ها و توسط جریانات مختلف همیشه مطرح بوده. مسئله مهمی که در جامعه ایران وجود داره اینه که برای تحقق اینها ما با یک سلسله مشکلاتی مواجهیم و یک موضوعی که مورد بحثه اینه که چطور بخوایم اینها رو اجرایی بکنیم. در جامعه ایران ما یک مبارزه بسیار گسترده‌ای داریم، یک مبارزه مطالباتی بسیار وسیعی داریم در سطح میلیونی در ابعاد مختلف امروز جریان داره. یک مبارزه اعتراضی داریم به علیه کل حکومت به طور مستقیم که تا بالاترین سطوح حکومت رو زیر ضرب میگیره و در سطح افکار عمومی، در سطح حتی توهین، در سطح رد کردن مسئول اول مملکت ولی فقیه و غیره مطرح میشه و در جریان جنبش زندگی آزادی به طور وسیع دیدیم. نارضایتی گسترده وجود داره، مشکلات درون حکومت وجود داره. اون چیزی که امروز در صحبت آقای رضا پهلوی مخفوله اینه که مسئله اپوزیسیون یا ایشون یا نیروهای دیگه در این زمینه چه میخوان بکنن و چطور میخوان در این زمینه تاثیرگذار باشند. ماده دوم ایشون مطرح میکنه تلاش برای نزدیکی نیروهای اپوزیسیون. خب تلاش برای نزدیکی نیروهای اپوزیسیون چجوری ممکنه؟ چه روشی ایشون پیشنهاد میدن و مشکلات این زمینه چیه؟ یکی از مشکلات این عرصه توسط نیروهای دیگه اپوزیسیون اینه که ما اگر بخوایم اتحاد بکنیم، اگر بخوایم یک مجموعه نیروها با هم دیگه نزدیک بشن، بتونن همکاری بکنن، اتحاد بکنن، ما نیازمند این هستیم که نیازمند این هستیم. یک مهمان دیگه هم داشتیم. پسرتون آقای فتاپور؟ بله بله. اسمش یونا. خیلی هم عالی. ادامه بدید. بله. ما در این عرصه این مسئله مطرح هستش که ما احتیاج داریم که نیروها با همدیگه بتونن مناسباتی برقرار بکنن که بتونن این مناسبات همکاری و همسوییشون رو تأمین بکنه و ما احتیاج داریم که یک چنین امری رو تحقق ببخشه. آقای رضا پهلوی در این زمینه میخوان چه پیشنهادی بدن؟ امروز یکی از مشکلاتی که وجود داره بین نیروهای اپوزیسیون فقط این نیست که مسئله اتحاد با دشواری مواجهه. مسئله اینه که حتی برای این 2-3 سال اخیر اعتماد نیروها نسبت به نیروهای هوادار، بخش بزرگی از نیروهای هوادار رژیم پادشاهی نسبت به اطرافیان آقای رضا پهلوی که اونها خواهان یک حکومت دموکراتیک در ایران هستند تضعیف شده، از بین رفته. بسیاری از نیروهای مخالف آقای
رضا پهلوی و مخالف ایشون فکر میکنند که یک چنین فاصله عظیم شده، چیزی که قبلا این شکل نبود. قبلا هم آقای رضا پهلوی و حتی بخش بزرگی از هواداران رژیم پادشاهی در طی سالیان طولانی از آقای داریوش و همایون شروع شد و بعد بسیاری از اونها تلاش کردند که نشون بدن که اونها نسبت به رژیم گذشته فاصله دارن و میخوان یک رژیم دموکراتیک در ایران شکل بدن. این حرف در صحبت‌های آقای رضا پهلوی هم هست، ولی امروز این مسئله به وجود اومده. چطور میشه برای این هم فائق اومد؟ درسته. خیلی خوب، بیشتر در این مورد البته صحبت می‌کنیم. خانم کنعانی هم به برنامه پیوستن، فروغ کنعانی، پژوهشگر اجتماعی. خانم کنعانی، اشاراتی شد به این که آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، برنامه‌ای رو تدوین کردن و گفتن که این راه گذار از وضعیت موجود براندازی جمهوری اسلامی و رسیدن به یک نظام سکولار و دموکراتیک که ایران رو به سمت توسعه ببره. چه ارزیابی دارید شما خودتون از طرفداران شاهزاده رضا پهلوی هستید؟ آیا الان طرحی روشن و عملی رو در برابر خودتون می‌بینید؟ درود بر شما. ببینید، به هر حال برای داشتن یک طرح روشن و عملی نیاز هست که افراد و گروه‌های مختلفی که در یک چارچوب خاص اعتقادی و سیاسی قرار دارند یک همگرایی مؤثری رو نشون بدن و شروع کنند به صورت پله پله آنچه که حالا در طول این مدت شاید به زعم خیلی ها خراب شده رو به هر حال آجر با آجر روی هم بگذارند و طرحی نو دراندازند و بسازند و بالا بیان. اونجا که به نظر میاد ما با چند مورد عمده در اینجا مواجه هستیم. یکی اقبال بسیار خوبی که نسبت به شاهزاده رضا پهلوی وجود داره. به هر حال ایشون به عنوان فردی که میراثدار یک نوع اعتماد ملی در بین مردم هستند، قابلیت اینو دارن که یک نقش غیر قابل انکاری رو در فضای سیاسی ایران داشته باشن. همین مهم به افرادی که سیاسی هستن در واقع این نگاه رو بایستی تا حالا داده باشه که اساساً از منظر همکاری و همیاری با ایشونه که ما میتونیم آینده بدون جمهوری اسلامی رو در ایران متصور بشیم. من البته متوجه انتقادات هستم و بعضا هم میتونم بگم که خب میفهمم که مخالفت‌هایی وجود داره، دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی وجود داره. اساساً همین تنوع رو برای فضای سیاسی نه تنها مضر نمیدونم، بلکه فکر می‌کنم لازم هست. ما اگر جامعه در واقع یک شکل می‌خواستیم که خب جمهوری اسلامی بود، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، این از 46-7 سال پیش گفته شده. بنابراین من معتقد هستم که علی‌رغم تفاوت دیدگاه‌ها چیزی که ما احتیاج داریم این هست که اگر ایده‌ای داریم که فکر می‌کنیم عملی هست، اگر استراتژی داریم که فکر می‌کنیم در واقع مسیر رو برای پیشرفت ما هموار می‌کنه، ما می‌تونیم الان اگر با این مفاد اصلی 10 گانه و خب تصویب شده 12 گانه موافق هستیم، پا پیش بگذاریم. اعتراضاتی اگر داریم اعلام کنیم. اگر فکر می‌کنیم سوهانکشی قراره در مورد این در واقع مفاد این مسئله قرار بگیره، اعلام کنیم اینجا رو ما مخالفیم، اینجا باید اضافه بشه، اینجا باید کم بشه. و در نهایت از همه مهمتر این که چهره اپوزیسیون دیاسپورا رو، چهره مردمگرا و ایرانگرا به ایرانیان نشون بدیم، نه مردمی که به هر حال در خیابان گلوله میخورند و ما اینجا همچنان در خم یک کوچه به یک تمام در واقع وقت و انرژیمون به این میگذره که دفع حملاتی بکنیم یا بخوایم دفاعی بکنیم از کسی یا گروهی. من فکر می‌کنم این یه مقدار دور از انصافه. در پاسخ به سوال شما فکر می‌کنم بله، ما قدم‌های اولیه رو داریم به خوبی می‌بینیم. درست. خیلی خوب. آقای فتاح‌پور، خانم کنعانی میگن که این اختلافایی که دیده میشه نشانی از تنوعه و اینا خب طبیعیه و اگر کسی طرحی داره، برنامه‌ای داره، نظر اصلاحی داره، میتونه پا پیش بگذاره. ببینید، ما 3 عرصه بحث رو باید از هم تفکیک کنیم. یک، اختلافات. من خوشحالم که خانم کنعانی روی اختلافات، روی پذیرش اختلافات تکیه میکنن و در این زمینه من با ایشون هم نظرم، صحبت ایشون رو تایید میکنم. ما تفاوت نظر داریم در یک عرصه هایی و در یک جامعه ایرانی طبیعی است. از نظر من هیچ ایرادی نداره که آقای رضا پهلوی مثلا در یک زمینه‌های نظرات دیگه‌ای دارن و ما نظرات دیگه‌ای فرض بکنیم در مورد حد متکی شدن به کشورهای خارجی. برای ما مثلا به عنوان جمهوری خواهان ما مسئله مرکزی رو در داخل ایران در مبارزات داخل جامعه می‌دونیم و اون چیزی که در خارج است در مورد تقویت اون و حد فعالیت و حد اهمیتی که قائل میشیم و به اصطلاح کار کردن و اینکه متکی باشیم که این اعمال فشاری که باید مسئله رو حل بکنه برای ما چنین چیزی نیست، چون این میتونه خیلی تغییر بکنه.
به خصوص زمانی که مسئله دخالت خارجی در سطح مثلا نظامی مطرح میشه و میتونه بسیار منفی باشه در برابر تحولات. ولی خب اینا اختلاف نظر، اینا رو میشه مورد بحث قرار داد، خیلی هم پر اهمیته. زمانی که ما میرسیم به مرحله‌ای که میخوایم ما هم اتحاد کنیم، طبیعتا اینا همه رو باید روی دایره ریخت صحبت کرد. یه عرصه این بحثه ما، ولی خب ما در 2-3 سال اخیر با یک بحث دیگه ای مواجه شدیم. من در 2-3 سال اخیر در بحث چندین مورد، حتی در همین تلویزیون BBC یا در جاهای دیگه، با دوستان مختلف هوادار رژیم پادشاهی و نزدیک به آقای رضا پهلوی صحبت کردم و اونا مطرح کردن که آقای رضا پهلوی نفوذ داره، آقای رضا پهلوی میتونه مستقیما با شبکه‌های اجتماعی تماس بگیره، چیزی که در همین ماده مونیخ هم تکرار شده، و ایشون میتونه رهبری بکنه و بقیه هم با شرط رهبری میتونه مطرح باشه. خب این یک ادعاست، این یک ادعاست که در این حد ایشون نفوذ داره. خب نیروهای دیگه‌ای هم هستن که همچین اعتقادی ندارن، فکر میکنن همین تعداد افرادی که در مونیخ جمع شدن نشون دهنده اینه که ایشون یک جریان سیاسی هستن، نه یک جریان متفاوتی. و در اینجا شما وقتی با این عرصه میان و میگید خب ما دیگه کاری نداریم با نیروهای دیگه، میخوایم متکی بشیم و شما این رهبری رو بپذیرید یا نه، این عرصه دومه. در اینجا خب بازم من حق میدونم، یعنی در اینجا این نیروها نمیخوان با نیروهای دیگه متحد بشن، میخوان مجزا کار بکنن. در اینجا یه سطح دیگه اختلافه. در این کنفرانس مونیخ هم باز هم تکیه میشه که رهبری آقای رضا پهلوی، خب کسانی که رهبری آقای رضا پهلوی رو فکر میکنن، تایید نمیکنن، اختلاف نظرهایی باشون دارن و این ارزیابی آقای خانم کنعانی و دیگر هواداران رضا پهلوی رو غیر واقعی میدونن، چیزایی که اعلام میشه، در اون صورت اونها چه رابطه‌ای باید برقرار کنن؟ ولی مهمتر از هر دو تا یه عرصه پایینتر از اینا داریم. ما میتونیم با هم اتحاد نداشته باشن نیروها میتونن با همدیگه مثلا در یک چارچوب قرار نگیرن، ولی با همدیگه رو تخریب نکنن، میتونن همسو عمل بکنن، میتونن موازی عمل بکنن، میتونن با هم صحبت بکنن برای رفع اختلافات. برای این یه اعتماد لازمه، برای این اعتماد لازمه. وقتی که نیروهای اجتماعی جریان میان وسط میدون میگن مرگ بر، کلمه مرگبر به کار میبرن توسط بخشی که اهمیت هم از توسط نیروهای دیگه‌ای که توی اپوزیسیون وجود دارن، طبیعتاً تمام راهها برای این موضوع بسته میشه. تصور این به وجود میاد که این نیرو اگر بخواد قدرت داشته باشه، وقتی میگه مرگبر تحمل نخواهد کرد من رو که بتونم مثل همین کاری رو میکنه که جمهوری اسلامی کرد. من برای شما یک مثال روشن بزنم. درست قبل از انقلاب آقای خمینی در پاریس اومدن مطرح کردن مسائل بسیار مثبتی رو، همزمان با اون توی بهشت زهرا همون روز اولین بار شعار حزب فقط حزب الله مطرح شد. ما اون موقع اعلامیه دادیم بیرون، گفتیم آقای رضا خمینی شما میگید که ما رژیم ما از همه رژیم ها دموکراتیک، خیلی همه امکان فعالیت دارن، طرفدارانتون همه نیرو اجتماعیتون در سرتاسر ایران از بهشت زهرا شروع شد در همه تظاهرات دارن میگن حزب فقط حزب الله، رهبر فقط والله. این درسته یا اون؟ حزب فقط حزب الله یعنی هیچ حزب دیگه‌ای در ایران نباشه، همه رو ما سرکوب میکنیم. تجربه نشون داد که اگر نیروی اجتماعی جور دیگه‌ای عمل بکنه این بی‌اعتمادی میتونه واقعی باشه و ما امروز با این مشکل مواجهیم. برای این مشکل دوستان هوادار رضا پهلوی و هوادار رژیم پادشاهی باید فکری بکنن. این بی‌اعتمادی توسط مجموعه نیروهایی که به این طیف تعلق ندارن در این سالها به وجود اومد. درسته. خانم کنعانی، خیلی در فضای سیاسی خصوصا اگر بریم به زورآزمایی‌های شبکه‌های اجتماعی نگاه بکنیم، پرخاش دیده میشه، حتی فحاشی دیده میشه، اتهام زنی دیده میشه. افراد شناخته شده ای هم الان هستن که وارد این قضایه شدن، از هنرمندان و کاریکاتوریست های شناخته شده گرفته تا چهره‌های سیاسی شناخته شده. این بسیاری معتقدن که در حرفای آقای فتاحپور هم بود، برای مهار این فضا شاهزاده رضا پهلوی بیشتر از حرف کار دیگه ای نمیکنه و حرفایی هم که میزنه اگر نهی میکنه، اگر سعی میکنه فاصله بگیره، هم بسیاری میگن که به نظر نمادین میاد. چه پاسخی دارید؟ در مورد فرمایش آقای فتاحپور من از همون بالا شروع میکنم، از ابتدای صحبتش. ایشون فرمودن که این اختلاف نظر مثلا در بحث حمایت گرفتن بین جریانی که ایشون نمایندگی میفرمایند و جناب شاهزاده وجود داره. ببینید شاهزاده هرگز تکیه رو بر نیروهای خارجی ندونستن. اینکه بیانیه میدن اتفاقا رفتاری درستیه به نمایندگی از مردمی که یک عمر در محرومیت بودن و نمایندگان اونها البته
ظاهرا نمایندگان اونها یعنی جمهوری اسلامی تنها پیامی که به خارج از ایران مخابره کردن مرگ بر اینور و مرگ بر اونور بوده. یعنی ما جز این چیزی ندیدیم. اتفاقا خیلی خبر خوبی هست که به هر حال ما کسی رو داریم که پیام‌های سیاسی دوستانه میفرسته. اتفاقا من خیلی خوشحالم که شاهزاده در سخنرانی اخیرشون تاکید کردن که اصلا نیازی به چراغ سبز هیچ حاکمیتی ندارن. وقتی این حرف گفته شده و عنوان شده، عملا ایده این که ایشون متکی به یک نیروی خارجی هستن، خب میدونید که از یک میز در واقع کنار میره. به خصوص این جریان منتسب به جنگ رو بارها به فارسی، به انگلیسی، به هر زبان دیگه که صحبت کردن رد کردن این ایده رو. این از اون ایده هایی هست که من نمیدونم اصلا چرا همچنان مطرح میشه. ایشون هم خودشون رد کردن، هم دور و بریاشون. که کسانی این آرزو رو دارن، اون دیگه مسئولش نه شمایی، نه مایی، نه شاهزاده، نه کس دیگه. به هر حال هر کس میتونه یک نظری بده، غلط یا درست. در مورد ادعای نفوذ ایشون هم که فرمودید ممکنه اینقدر نباشه، ببینید من به شخصه هرگز نشیدم مثلا جریانی در ایران داد بزنه مجاهدین خلق ایران برگرد به ایران، یا بگیم فدایان خلق ایران برگرد به ایران، شورای گذار. این هر چی شنیدیم ما از به غیر از شعارهای آزادی خواهانه مردم، به غیر از شعارهایی که برای ایران در واقع سر داده شد از کردستان تا بلوچستان جانم فدای ایران، من شعار دیگه ای که حالا باشه شنیدم، احتمالاً هم برای سوزاندن حکومت آخوندی، شاهزاده کجایی به داد ما بیایی، ایران که شاه نداره، حساب کتاب. یعنی میخوام بگم جریان پادشاهی خواه به عنوان یک جریان قوی اتفاقا قابل انکار نیست. این ادعا فقط نیست، براش فیلم و ویدیو هم وجود داره. حالا اینها اگر شما اینها رو فکت نمیدونید هیچ اشکالی نداره، مشکلی نیست. در مورد تخریب نکردنم من فکر میکنم که اینجا با شما موافق هستم، اما یک جریان دو طرفه است. یعنی این یک جریانیه که متاسفانه از هر دو سو گرفته میشه. منتها یک دلیل انصافا اگر بخوایم نگاه کنیم جامعه شناسی، روانشناسی داره و اون هم این هست که شاید به خصوص نسل من، آقای فتح‌پور، یک حساب باز داره. ببینید در آلمان، شما در آلمان تشریف دارید، زمانی که جریان نازی پایان یافت، بعد از این کشتار یک جمله معروفی وجود داره به اسم نی ویدا، never again، هرگز نه. اشتباه پذیرفته شد و اعتراف شد و میدونید که هنوز هم به صورت خیلی باز راجبش صحبت میشه که ما دیگه این اشتباه رو نمی‌کنیم. حتی اگر اسرائیل اشتباهی هم بکنه، باز میبینید که آلمان در این وادی نمیفته که یهود ستیزی دوباره باب بشه. اما عزیزانی که در جریان 57 دخیل بودن، جریانی بود که برای ما عملا، من اصلا به نیت‌ها کار ندارم، به اون چیزی که اتفاق افتاده فعلا کار دارم. عملا در برابر یک سیستم قابل اصلاح ایستادن و یک سیستم جنایتکار غیر قابل اصلاح رو که هر کاری میکنیم نمیتونیم از شرش خلاص شیم، ولو به قیمت خون عزیزترین این مملکت، بر سر کار آوردن. واقعیتش من نشیدم هرگز این دوستان جز عده کمی که خب انصاف و شرف حکم میکنه که تشکر کنیم بابت این صداقتشون، که بیان بگم بله این اشتباه بود، حالا ما این راه حل ها رو داریم درست میکنیم، این حساب بازه. به قول آلیس شوارتزر میگه این حساب بازه و تا این حساب بازه ما شاید نمیتونیم اعتمادها رو جلب کنیم و مادام این اعتماد جلب نشه، این رقابت وجود داشته باشه، خب به هر حال من فکر میکنم که ما عملا میدونیم که این تخریب‌ها از هر دو طرف ادامه داره. بله از این طرف مردم خشمگینن، گاهی خود من هم به خاطر اینکه به اندازه کافی رادیکال نبودم مورد خشم قرار میگیرم. هیچ ایرادی نداره در جامعه که مردم گلوله میخورن فوش که فدای یک تار موهاشون. اما از اون طرف هم نگاه کنید، به کاریکاتوریست اشاره کردید. یک کاریکاتوریستی صبح تا شب که پا میشه رکیک ترین شوخی‌های، حتی شوخی‌های جنسی و جنسیتی با جناب پهلوی، با شاهزاده، با همسرشون، با مادرشون، با شاه فقید ایران و با هر چیزی که مرتبط با این سیستم هست میکنه و خب ما چیکارشون کردیم؟ در مقابل فوش میدن و این قضیه تموم میشه. سیاست همینه. و یک چیزی رو هم بگم، به قول اون فیلسوف نامدار، اصلا زمانی که بشر سنگ رو بر زمین گذاشت و فوش رو به عنوان ابزار مبارزه انتخاب کرد، تمدن ما شروع شده. من به شخصه این حمله ها رو اصلا نگران کننده نمیبینم. زمانی برای من نگران کننده است که وارد مرحله عمل بشه، یعنی دیگه عملا بایستن در برابر مرحله بعدی، در برابر مبارزه با جمهوری اسلامی. من این رو بگم و بحث رو ببندم. در اتاق ایران وزارت خارجه جمهوری فدرال آلمان، نماینده‌ای که با من صحبت میکرد میگفت هموطنان شما به ما نامه میزنند علیه رضا پهلوی، علیه شاهزاده و میگن که نماینده ما نیست، باهاش حرف نزنید، کنسلش کنید. یعنی جمله‌ای که ایشون گفتن خیلی جالب بود. گفت شما هموطنانی دارید خانم که حاضرن جمهوری اسلامی باشه ولی گروه مخالف سیاسیشون نباشه. ما با این هموطن‌ها چه کار کنیم؟ ما با هموطنی که جمهوری اسلامی رو سر جاش نگه می‌داره، حالا ما
و قاعدتا هم میتونیم حدس بزنیم منتسب به چه گروه‌ها و به چه جریان سیاسی هستن. ما با اینها چیکار کنیم؟ ابزار مردم در مقابله با اینا چی بوده؟ نه سرشون رو بریدیم، نه تا حالا کاری کردیم. حالا مردم خشمگینن، به قول شما در فضای مجازی. هرچند که من به شخصه معتقد به همون حد از خشونت کلامی هم نیستم. به نظر من توهین در واقع به شخصیت کسیه که اون رو از دهن جاری میکنه. خیلی هاشون سایبری هستن، اونهایی که به قولی از پاپ کاتولیک ترند رو شما هم میدونید، ما هم میدونیم جمهوری اسلامی یک لشکر سایبری داره، مجاهدین لشکر سایبری دارن، خیلی از این گروه ها دارن. اونها به نام شما، به نام من، به شما خوش میدن، به من خوش میدن و این ابدا برای من ملاک که آنچه که در خیابان ها هست نیست. ملاک اون چیزی هست که مردم گزارش میدن. کسی که در خیابان مبارزه میکرد علیه جمهوری اسلامی نمیپرسید تو به کدوم گروه تعلق داری، نجاتت بدم یا نه، پشت من سنگر بگیرید یا نه. آقای فتاپور، ببینید خانم کنعانی در هر سه بخشی که من مطرح کردم و تاکیداً بخش سوم بودن خب رد کردند، ولی خب حالا هر کدوم رو در بحثایی که جدا باشه بیشتر مفصل صحبت میکنیم و من تکیه میکنم که وقتی نوع برخورد مختلف نسبت به دخالت خارجی و نقش خارجی داریم چیه. یعنی وقتی مثلا کنفرانس پیمان جورجتاون تشکیل میشه و اون منشور نوشته میشه ما برخورد مثبت کردیم با این، من خودم در BBC اومدم گفتم خیلی خوشحالم، حالا ما اون راه رو غلط میدونیم این روش رو، ولی 6 نفر شخصیت ایرانی اومدن با هم نزدیک شدن، باید استقبال کرد و امیدوارم کارهای مثبتی بکنن و در این حال که نقد داشتم از نظر نوع عملی که کردن. ولی ما همون جلسات بعد وقتی تموم شد گفتم خب ما اختلاف داشتیم، تفاوت داشتیم. در این 1 سال ما در جنبش مهسا شما بیاید جمهوری خواه رو ببینید، جمهوری خواه تمام فعالیتشون، بحثشون، سمیناراشون، وبیناراشون، کنفرانسشون، غیرشون در رابطه با اینه که این جنبش مهسا که امروز جنبه خیابونی رو از دست داده، زیر ضربه نمیدونم ممکنه به اصطلاح سرکوب بشن، کشتار بشه، ما چه بکنیم که بتونه روحیه‌ها حفظ بشه و در آینده بتونیم در ابعاد وسیع‌تری ادامه بدیم. شما در همون 1 سال اگر جلوتر رو ببینید مجموعه فعالیت‌ها که می‌بینید 90% مراجعه به سازمان‌های بین‌المللی برای جلب اعتماد، برای اعمال فشار و حتی بعضی از شخصیت‌ها حمله به ایران. بنابراین اختلاف نظر وجود داره، ولی خب این رو حالا در یک جلسه همین موضوع رو میتونیم مورد بحث قرار بدیم. در همین عرصه جهانی که من بگم، خب چون من اکثریت قاطع کسانی که حداقل من در این تلویزیون ها و میشناسم از هواداران رژیم پادشاهی مقیم آمریکا به آقای ترامپ رأی دادن. در بین نیروهای غیر هوادار رژیم پادشاهی در آمریکا این کارو نکردن، ندادن به آقای ترامپ. تقریبا اکثریت قریب به اتفاق. در اروپا من هیچ کس رو نمیشناسم که جمهوری خواه باشه و از راست افراطی حمایت کنه. بنابراین این اختلافات هست. سوال آخر از خانم کنعانی می‌پرسم، ولی مایل بودم یه نکته رو اینجا از شما بپرسم. در مورد رهبری که ایشون مثال زدن، ببینید من اصلا بحثم این نیست. دقیقاً، یعنی نکته همینجاست که خود شاهزاده رضا پهلوی در آلمان گفت که من با عبارت کینگ رضا پهلوی موافق نیستم. البته در نشست ژنو در اون سخنرانی بسیاری باز همچنان صدا می‌زدن و فریاد می‌زدن کینگ رضا پهلوی. توی قسمت رهبری بفرمایید نظرتون رو. ببینید اول در مورد اینکه ایشون رهبری ارزیابی، خب ارزیابی که شما ارائه میدید، به نظر بنده اگر کسانی میرن در ایران در یک تظاهراتی میرن صحبت میکنن، میگن رضا شاه روح‌الله کار بدی میکنند، باید بهشون گفت نکنید این کار رو. نیایید خانم کنعانی در تلویزیون‌ها بگید اینو گفتن نشون دادن برید بکنید، اگه هوادارمانی برید بکنید. جمهوری خواه این کارو نمیکنن، برای اینکه یه تظاهرات تشکیل میشه برای آب زاینده رود. وقتی شما میایید اونجا تظاهرات به نفع رضا پهلوی 4 نفر آدم شعار میدن و تو تلویزیون‌ها منعکس میشه، اونا رو سرکوب میکنن، اختلاف نظر به وجود میاد، یه عده که اینو قبول ندارن میرن کنار. اونجا باید وقتی یک تظاهرات ما میکنیم برای اعدام، جلوگیری از اعدام، درست نیست بیایم راجع به هر کدوم خودمون نظر بدیم. شما اگر میخواین نیروتون رو عرضه بکنید و بگید که خیلی قوی هستید، یک تظاهرات بذارید مثل به همین مونیخ رو گذاشتید، وقتمون خیلی کمه آقای فتاپور، نشون بدید قدرت دارید. این کارا رو غلط، اینا به عنوان فاک نیارید. به عنوان شما در بین زندانیان سیاسی که امروز در ایران هستن بشمارید تعداد افرادی که مشخصا هوادار پادشاهی هستن از 10 نفر کمتره. خانم کنعانی بفرمایید. شما در مورد رهبری هم اجازه بدید موضوع سوم رو خیلی کوتاه در حد 15 ثانیه آقای فتاپور وقتی در مورد این موضوع اصلی بحث من که این بود که این مضمون قضیه مطرحه، عدم پذیرش و نفی جریانات دیگه، نه فقط فحش و توهین.
هر کدوم از دو طرف به هم بدن، این پایان یافتن نوع مناسبات، اعلام پایان یافتن نوع مناسبات. خب و خانم کنعانی بفرمایید. رژیم پهلوی این کار رو میکنن، اونا به ما میدن، اونا رو ما قبلا با ما. متشکرم آقای فتاپور، وقتمون خیلی کمه. خانم کنعانی حدود 1 دقیقه وقت داریم که شما نظرتون رو بیان کنید. بسیار عالی. ببینید آنچه که شرط وظیفه بود جناب شاهزاده انجام دادن، برای پیشبرد اتحاد پیشنهاد دادن و خواهش کردن که کسی کینگ رضا پهلوی نگه. اینکه یک عده میگن حالا یا به سواد سیاسی برمیگرده یا به تمایلات شخصی برمیگرده یا معتقدن این دموکراسی، من معتقد نیستم. من بسیار خوشبخت شدم که ایشون این شرافت رو به خرج دادن، در حالی که ایشون عملاً اصلا نمایندگی جریان پادشاهی خواه هم میتونن باشن. یعنی ایشون قسم ولیعهدی خوردن، قانونا هم طبق قانون جمهوری اسلامی که ما قبول نداریم، داستان اینه، طبق قانون مشروطه میتونن در واقع فقط نماینده اون جریان باشن. تعمداً این دوگانگی با این افراد رو به جان میخرن و همچنان از پایگاه سنتی خودشون خارج میشن، پایگاهی که همیشه برایشون امن بوده به ظاهر، و سعی میکنن در واقع در یک مقام بالاتری نشون بدن که به این جریان نمیخوان فقط تعلق داشته باشن، بلکه دغدغه و هدفشون ایرانه، نه صرفاً نهاد پادشاهی. و به خاطر همین من فکر میکنم که این تکثر رو در نهایت ایشون در گفتار خودشون نشون دادن. من موافقی نیستم همونطور که عرض کردم که برخلاف چیزی که ایشون پیشنهاد میدن، چون من فکر میکنم این محصل استراتژی و فکر سیاسی هست. من ترجیح میدم که هموطنان عزیزمون اگر واقعا قبول دارند یک تفکر سیاسی همگرا رو گردن بذارن به پیشنهاد ایشون و قبول کنن که به هر حال ایده درستی رو دارن مطرح میکنن. اما در مورد اینکه مردم در خیابان چی میگن، حواسمون باشه. روزی که در اصفهان مردم به خاطر آب قیام کردن، نه من و نه شما و نه هیچ احد دیگری انصافا رهبری این جنبش ها رو به عهده نداشت. این پیشنهادات از دل مردم اومد، این شعارها پشت به دشمن رو از دل مردم اومد. خیلی ممنونم از هر دو مهمان برنامه. سپاسگزارم از شما خانم کنعانی، فروغ کنعانی، پژوهشگر اجتماعی، و همینطور از شما ممنون آقای فتاپور، مهدی فتاپور از مسئولان اتحادیه جمهوری خواهان از کلن آلمان با ما. و ممنونم از شما که برنامه رو دیدید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روز بر شما خوش.